سلام، من فرنازم، مدرس زبان انگلیسی و آیلتس. احتمالا خیلیاتون شنیدید که یکی از روش‌های یادگیری یه زبان دیگه به جز زبان مادری خودمون دیدن مداوم سریال‌ها یا گوش دادن به پادکست‌ها هست. همونطور که توی چند سال اول کودکی ما کسی به ما چیزی یاد نمیده و فقط ما گوش میدیم و بعد یه روزی میبینی که به زبون اومدیم و داریم صحبت میکنیم. زبان‌های دیگه از جمله زبان انگلیسی هم به همین شکل هست. شما مداوم باید گوش بدین تا بالاخره جمله سازی برای شما یه چیز عادی بشه. حالا چجوری این کار انجام بدید؟ روش‌های خیلی زیادی هست. شنیدن پادکست ها، دیدن فیلم ها، گوش دادن به موسیقی، راه‌های مختلفی هست که حالا با توجه به مدل یادگیری شما میتونه نوشتاری، شنیداری و دیداری باشه. اما تمرکز این سری پادکست هایی که من الان برای شما تهیه کردم روی شنیداری و تکرار کردن هست. من قبلا یه ویدیو تحت عنوان شادوینگ برای شما تهیه کردم که لینکش رو میذارم که اگر که دوست داشته باشید دوباره مشاهده بکنید. این سری پادکست ها به اسم ایکو انگلیش برای این تهیه شدن که شما بتونید 10 دقیقه از زمان خودتون رو بذارید تا بتونید با من تمرین تکرار انجام بدید. هدف از درست کردن این سری پادکست ها اینه که وقتی که معلم‌ها به بچه‌ها میگن که فیلم نگاه کنه، تمرین تکرار کن، برای بچه‌ها خیلی سخته که یه فیلم کامل رو بتونن تمرین تکرار انجام بدن یا بعضن اصلا متوجه نمیشن که کجاها بعد این تمرین تکرار انجام بشه. از اونجایی که فیلم ها و سریال ها طولانی هستن و ما نمیتونیم 2 ساعت مداوم رو بذاریم و ممکنه خسته کننده هم باشه، من سری پادکست ها رو تهیه کردم که علاوه بر این که روی گرامر تمرکز داشته باشه، بتونیم با هم دیگه 10 دقیقه از زمانمون رو بذاریم و یه تمرین تکرار مفید داشته باشیم. سری پادکست ها انواع مختلفی داره. یک قسمت از این پادکست ها به این طریق هستش که با استفاده از فیلم ها و تیکه های مختلف فیلم ما این تمرین تکرار رو انجام میدیم. روش دیگه‌اش داستان محور هست. برای شما بر اساس یک گرامر خاص خونده میشه و شما باید اول خیلی خوب گوش بدید و دفعه دوم هر جمله رو مطابق چیزی که من میگم تکرار کنید. خب، آماده اید؟ بزن بریم. موضوع اولین ویدیو ما زمان حال ساده است. یه توضیح خیلی کوتاه من در مورد زمان حال ساده به شما بدم. حال ساده برای مواقعی هست که عملاً ما زمان خاصی نداریم. یه چیزی یا یه حقیقت هست یا هر روز تکرار میشه و عملاً تموم شدنی نیست و دائمی هست. به داستانی که براتون تعریف میکنم اول خیلی خوب گوش بدید. I usually wake up at around 6 a.m. not because I'm an early bird, but because my cat insists on it. Every single morning, my cat jumps on my chest, stares at me like I owe her something. I try to ignore her, but she never gives up. Not until I get out of the bed and walk to the kitchen. I feed her first, of course, because she doesn't let me touch anything before I feed her. Then I prepare my coffee. It's a daily ritual that I don't mess with. I grind the beans, boil the water, and wait patiently while the smell fills the kitchen. Normally, this part of morning calms me down, but today, things don't go as planned. The coffee machine suddenly makes a weird noise and just stops working. I press any button, unplug it, plug it back in, but nothing happens. My cat sits nearby watching me like I'm kind of useless. I pour myself a glass of water and try to convince myself that I don't need a coffee to survive. It's not the best start to the day, but at least I'm awake. بعد از شنیدن این داستان شما احتمالاً یه بخش یا احتمالاً تمام قسمت‌هایی که من در موردش صحبت کردم رو متوجه شدید. توی قسمت بعدی من جمله به جمله رو برای شما تکرار میکنم و از شما میخوام که به همون شکل برای من تکرار بکنید. بزن بریم. Listen. I usually wake up at around 6 a.m. not because I'm an early bird, but because my cat insists on it. Every single morning, she jumps on my chest and stares at me like I owe her something. I try to ignore her, but she never gives up, not until I get out of the bed and walk to the kitchen. I feed her first, of course, because she doesn't let me touch anything until she eats.
When I prepare my coffee, it's a daily ritual that I don't mess with. I grind the beans, boil the water, and wait patiently while the smell fills the kitchen. Normally, this part of morning calms me down. But today, things don't go as planned. The coffee machine suddenly makes a weird noise and just stops working. I press any button, unplug it, plug it back in, but nothing happens. My cat sits nearby, watching me like I'm kind of useless. I pour myself a glass of cold water and try to convince myself that I don't need caffeine to survive. It's not the best part of my day, but at least I'm awake. شما میتونید این ویدیو رو با یه سرعت یکم بیشتر هم برای اینکه گوشتون به سرعت‌های تندتر عادت بکنه گوش بدید. متن ویدیو رو براتون توی دیسکریپشن میذارم، حتما چکش بکنید. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفا لایک و شیر یادتون نره. برای ویدیوهای بیشتر کانال منو سابسکرایب کن.